آوازی پرنده ها رو شنیدستیم. این برای عصب خیلی و خیلی فایده داره. سلام علیکم دوستان عزیز. خیلی فرخور میدونم ساناتوریا بگیم آسایشگاه بگیم در فرخور اینجا آمدیم برای مقصد که هم عصب بعد ماه شریف رمضان مقصد هم موندگی های بدن برو ریختیم. اینجا آمدیم به نهایت جای دلفرا، جای خوشتو، جایی که خیلی اینه من شما دا نشون میدم. همین این تنها برای همه آدمایی هست که کم مصرف هست. همین برای آدمایی که همین مقصد که میخوان که تن جان سالم داشته باشن و مبلغ کم دارن اینجا برای همه هست. مقصد که من همه جا شگشتگیم لیکن اینجا با دیگه اینجا با کارگراش دیگه کار و باروش دیگه. مقصد که من همه یک طبقه به شما نشون میدم. من که نامبانام نمیگیرم. من همه جا شگشتگیم. من تاجیکستان چند تا ساناتوری هست. من از سال 2000 تا هجرت جاشم دیگه 4 باره هم رفتگیم 5 باره هم رفتگیم. من ساناتوری و جای همین استراحتگاه ها همه جای تاجیکستان. میتونه برادرها من تو یک سوت میشم یک سوت کشم اینجا داریم یک 5-10 روزه را سال دیدیم که اینجا در مقصد استراحت کنیم. من شما رو نشون میتونم تماشا کنیم. اینا کوفته چنش کامش پنگوز یوش تو دارو باید پنگوش های مالشونه یا کچکا سوزن بخواه خودت تو دارو باید مولا مکشن پس همون یک 20 minut کنیم شاید دم نگیری خوب برای خوب میکنی ارمان شروع برای نمیدیم دیگه تمشا اون ضرر نداره. انا برادرها سوزن میزنی عصبا آرام خود میبرم. این دوستان عزیز مرکز بین ناحیوی برقرارکنی سلامتی نسیم فرخار. این دوستان عزیز توت هر یک کلمه میزنی دم میگیری تو تا او درون ای زردالو رو بی حالی من شما رو میرم نشون میتونم. این درون زردالو رو بی بچه ای آلوچه رو بی ای گیلاس بی این پایان همه باغ کلان میای باور کن آواز پرنده ها بسید هست. اینجا در کانال گذاشته سه به درونش آب حریق میگن خجاده کانال میگن خجاده. مقصد جای وسیع خشرو حلاوت میبری. همین همون پیش همین آواز پرنده ها دو کش کنیم. در خد همین پرنده ها جاننده جان. من شما دو با همشه نشان میتونم. این دوستان عزیز روزی دیوم بارانی هوا باران های مقصد وقتی باران میباره
آواز پرنده ها، آواز باران، شرشر دریاچه ناگفتنی است، ناگفتنی است. سلام دوستان عزیز، این روز سیوم سیاحت. اینجا بچه ها لای میگن، اینجا لای میگن. سیاه لای. و من چی گفتنم برادر عزیز، صندلی داره، مقصد سوزان درمانی و لای مولی و همه چی با دکتری دندان های، دکتری زاب های، دکتری مقصد گرده های، همه نمود مقصد طبیبا را دارن. میایین کم مصرف ترک هم اینجا در اختانه تابو بند میکنیم. سر بلند خانوباد باشین، خدا یارو مددگارتون.